در این ماه پرخیر و برکت رمضان استفاده لازم رو ببریم همگی. خب از صفحه 17: هر نشانه ای را که زایل کنیم یا از خاطره ها ببریم، بهتر از آن یا مثل آن را می آوریم. آیا ندانسته ای که خدا بر هر چیزی تواناست؟ آیا ندانسته ای که ملکیت حقیقی و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خداست و شما را جز خدا هیچ سرپرست و یاوری نیست؟ صفحه 17 هستیم از سوره بقره. جهت یادآوری گفتم و شما را هیچ سرپرست و یاوری نیست. آیا ندانستید که حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خداست؟ آیا ندانستید که ملکیت حقیقی از آن خداست؟ آیا شما هم می‌خواهید از رسولتان کار محال یا لغو درست کنید؟ آیا شما هم می‌خواهید از رسولتان کار محال یا لغو درست کنید؟ همان گونه که پیش از این از موسی درخواست شد که گفتند می‌خواهیم خدا را به چشم ببینیم و کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد حقا که راه درست را گم کرده است. بسیاری از اهل کتاب دوست دارند که شما را پس از ایمانتان به کفر بازگردانند به خاطر حسد برخاسته از وجودشان. پس از آن که حقانیت اسلام بر آنها روشن شد، پس فعلا از ستیز با آنها درگذرید و توبیخ نکنید تا خداوند فرمان خود را صادر نماید که خدا بر همه چیز تواناست و نماز را برپا دارید. الان ببینید چند بار خدا هی گفته نماز را برپا دارید و اقیموا الصلاة، یعنی یه چیزی که خیلی هی داره تکرار میکنه حتما مهمه دیگه. خدایی که داره هی میگه نماز 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 نماز، هر صفحه میزنیم هی میگه نماز. خدا ببینید چقدر مهم. و زکات بدهید، زکات رو هم دوباره تکرار کرد. دقت کنید حالا ببینید ما تو آخر قرآن چند بار خدا تأکید کرده بر نماز و زکات. اینا شدت مهم بودنش رو میرسونه. یعنی یه چیزی که خیلی مهم باشه رو خدا هی تکرار میکنه، هی همون هی دوباره میگه. چیزی که خیلی مهم نباشه رو هی تکرار نمیکنه. پس نماز و زکات اینجا دوباره تکرار شد. نماز و زکات. 109 بقره و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات تکرار دوباره. و هرچه برای خودتان. یه جای دیگه هم که از تکرار استفاده شده، اون قسمتی از آیه هست که میگه و ان مع العسر یسرا، دوباره پشت سر همون دوباره تکرار کرده فإن مع العسر یسرا، بعد از هر سختی آسانی است. یعنی مطمئن باشید که بعد هر سختی آسانی است. یعنی این یکی از تکنیک های خدا است برای تأکید که بخواد ما رو مطمئن کنه. از یه چیزی دوبار میگه اونو یا بارها تکرارش میکنه اون حرفی که داره میزنه رو. خب یعنی میگه من یه بار گفتم فهمیدن دیگه هی چرا بگم نماز بخونید زکات بدید، همون یه بار کافی بود. یا چرا هی بگم پس از هر سختی آسانی است. ولی وقتی تکرار میکنه یعنی خیلی مهمه. شما هم باید هی تکرار کنید، یعنی این کارا رو تکرار کنید. نماز رو نباید ترک کنید، روز 17 رکعت باید بخونید، زکات رو نباید ترک کنید، انفاق رو نباید ترک کنید. و هرچه برای خودتان از کار نیک پیش فرستید آن را در نزد خداوند خواهید یافت. یه هر چیزی که برای خودتون از کار خوبی که میکنید از قبل میفرستید پیش خداوند میره. اونا یه حالت فایلی چیزی برای شما پرونده پوشه‌ای درست کرده، این پرونده رو باز و اون کار نیکی که انجام دادید رو میذاره تو پرونده‌تون و گم نمیشه دیگه. من باید بیام نزدیکتر، نمیشه اینجوری از
و اقیموا الصلاة، نماز را برپا دارید و زکات بدهید و هرچه برای خودتان از کار نیک آن را در نزد خداوند خواهید یافت. یعنی گم نمیشه. شما هرچی کار خوب انجام میدید، کار خوبی شما گم نمیشه که فکر کنید من کار خوب انجام دادم بعد گم شد. به هر پرنده‌ای که غذا میدید، به هر حیوانی که غذا میدید، هر کوچکترین صدقه و انفاق و زکاتی، هر خمسی، هر عمل نیکی دستی میگیرید، یاری میدید، کمکی میکنید، اینا خداوند اینجا داره میگه آن را در نزد خداوند خواهید یافت. میگه اونجا پیداش میکنید، گم شدنی نیست. حقا که خدا به آنچه میکنید بیناست. میگه داره میبیندتون، داره نگاهتون میکنه با چشماش. خدا خیلی واضح. حالا درسته ما آیا الکتریسیته رو میبینیم؟ ما جریان برق رو توی سیما میبینیم؟ نمیبینیم. پس چرا توقع داریم مایی که در مقابل قدرت خدا که کهکشان ها میلیارد کهکشان ساخته و ما در واقع هیچ هستیم؟ اصلا ما به چشم نمیام از ناتوانی. حضرت علی مناجاتی داره که به خدا مولای یا مولا انت القوی و انا الضعیف. با این آدم فضاییایی که ساختی توی سیارات دیگه، با این مریخ و زحل و اورانوس و نپتون و خورشید و حالا زمینهای دیگه که آدمای دیگه احتمالاً موجودات دیگه توش قرار دادی و دارن زندگی میکنن توی جهانهای دیگه، جهانهای موازی، توی سیارات دیگه، توی کهکشانهای دیگه. خدا میدونه اندرومدا چند نفر توش ساکنن، سیارات دیگه چه آدمایی توش ساکنن. و ما تنها چیزی که تونستیم بفهمیم اینه که یه مریخی هم اینجا بغل دست ما هست، یه خورشیدی هم اینجا 2 قدمی مونه. 2 قدمی میگم هرچی بری نمیرسی که اینا. حالا میگم 2 قدمی یعنی ما محدوده فکرمون، محدوده فهممون خیلی کمه، ما هیچی نمیدونیم. اگه از 100% توان ذهنیمون هم استفاده کنیم بازم این یه چیزیه که خدا آفریده. کامپیوتر رو کی آفریده؟ کامپیوتر ساخته دست انسانه و خب میشه فهمید که چی به چیه. آیا کامپیوتر میتونه قدرت ما رو که خالقش بودیم داشته باشه؟ مسلماً نمیتونه. کامپیوتر یه محدودیت هایی داره. مثلا نمیتونه باشه برای شما آش بخره، نمیتونه احساس داشته باشه، نمیتونه نون بخره. یعنی ما که خدای کامپیوتر هستیم، ما خداوندگار کامپیوتر هستیم، خالقش هستیم. گوشی های موبایل نمیتونن، یه سری خیلی محدودن دیگه، انسان نیستن. حالا ما خدا هستیم، اینا مخلوق ما هستن. ببینید چقدر ضعیفن. یه گوشی موبایل میتونید پرت کنید بشکنید، نمیتونه دفاعی نداره، ولی ما از خودمون میتونیم دفاع کنیم. حالا خداوندی که اومده یه کامپیوتری مثل ما رو ساخته، ما هم خودمون اگه یه کامپیوتر فرض کنیم، یه گوشی موبایلی ما خودمون فرض کنیم که خدا ساخته ما رو. حالا میخوام یه جوری بگم که قابل فهم باشه. حالا ببینید ما در واقع هیچی نیستیم. یعنی خلاصش اینه: ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ، مهر است و محبتی است و باقی همه هیچ. ای دل تو چرا از آخرت بیخبری، که دائم در طلب سیم و زری. سرمایه تو از این جهان یک کفن است، آن هم به گمانم ببری یا نبری. و دانی که پس از اون چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. و باید به این درک برسیم که ما هیچ هستیم در برابر اون آدم فضایایی که خدا توی مثلا میلیاردها سیاره و میلیاردها کهکشان دیگه اون بالا، یا
معلوم نیست زیر دریا چه خبره، ما هیچی نمیدونیم. هیچ علم آگاهی بشر هیچ وقت از 0 به 1 نخواهد رسید، چه برسه به 2، عدد 2 در برابر علم و حکمت و قدرت خداوند. ما هنوز 0یم، هرچی هم بگذره هزاران سال هم بریم جلو، هنوز در برابر علم خداوند، دریای دانش خداوند، قدرت خداوند ما 0یم. که خدا بر همه چیز تواناست. ان الله کل شیء قدیر. خدا بر همه چیز تواناست. و نماز را برپا دارید و اقیموا الصلاة و زکات دهید و آتوا الزکات و هر چه برای خودتان از کار نیک پیش می‌فرستید آن را در نزد خداوند خواهید یافت. شما نگاه کنید چه افرادی بودن که به قرآن وصل شدن و اسطوره کل کره زمین شدن در زمان خودشون و چه در زمان خودشون و چه تا وقتی که بشریت هست و میلیاردها سال آینده. شما فکر میکنید مثلا یه شخص مثل حافظ، ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، تو حافظ کل قرآن هستی. هر کدام از این بزرگان، مولانا، مولوی، سعدی، نمیدونم عصر معاصر، در زمانهای قدیم 1000 سال پیش، 500 سال پیش، قبل از پیامبر، بعد از پیامبر، قبل از مسیح، بعد هر کسی رو میبینید یه وجه اشتراکاتی با هم داشتن این آدمای خیلی بزرگ. اونم اینه که به دامان قرآن چنگ زدن. یعنی الان من فکر میکردم میشه این قرآن رو مثلا سریع بریم جلو ولی یه خطش ما رو گیر میندازه. ببینید هنوز ما بعد از این همه اندر خم یک کوچه ایم، افشهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. ما از صفحه 1 تا 17 تازه پیش رفتیم بعد از این همه وقت. خب علتش چیه؟ چرا طول داره میکشه؟ به خاطر اینه که نمیشه بگذری. این یه آیه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات خودش میلیاردها کتابه. حالا توش زکات بدی چی میشه؟ انفاق کنی چی میشه؟ اگه نکنی چی میشه؟ نماز بخونی چی میشه؟ اگه نخونی چی میشه؟ انسان باشی چی میشه؟ نباشی چی میشه؟ حالا بعضی هم میگن ما انسانیم نماز نمیخونیم. ناقصه، معنویت نداری. اون معنویت تکمیل نیست، به درد نمیخوره. باید به خدا خودتو به وسیله عبادت و مدیتیشن وصل کنی و اینجا هی تکرار شده. خدا خودش توی قرآن گفته ما تورات انجیل رو فرستادیم و این قرآن تکمیل کننده اونه. نمیگه تورات و انجیل کتابای بدی هن، مسیح و یهود آدمای بدی هن، خوبن، ولی محمد اومد برای آدم تا خاتم که دیگه کار تمام کنه و اون تورات و انجیل رو تکمیل کنه. خودش گفته، اینا حرف من نیست، اینا چیزی نیست که این که من میگم تورات و انجیل. این تو آیات قبلی خوندیم دیگه که خداوند ناراحت از این قومای قبلی که چرا قرآن قبول نمیکنن. خب بریم برای ادامه. حقا که خدا به آنچه میکنید بیناست. ان الله بما تعملون بصیر تلک امانیها. و این خیالهای و گفتن هرگز به بهشت در نمی آید جز کسی که یهودی یا نصرانی باشد و این خیالهای خام آنهاست. بگو دلیل برهانتان را بیاورید و اگر راستگویید چرا کسی که تمام وجود خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار باشد او را پاداشی است در خور مقامش در نزد پروردگار خود و نه بر آنها بیمی می رود و نه غمگین می شوند. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مجددا اینو تکرار کرده. چرا یه خدایی داره یه حرفای تکرار میکنه؟ نماز، زکات، نترس غمگین نشو، نترس غمگین نشو. بر چه کسی که تمام وجود خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار باشد
او را پاداشی است در خور مقامش در نزد پروردگار خود و در آخرت نه بر آنها بیمی می رود و نه غمگین می شوند. و یهودیان گفتند و قال الیهود، نصرانی ها بر مذهب حقی نیستند. و نصرانی ها همین الان هم چقدرش با این یهودی ها مشکل داریم، از همون اول هم مشکلات رو درست کردن این یهودی ها. خدا خودش میدونسته اینا یه جور دیگه یعنی اذیت میکنن. رفتیم تا صفحه 18. یهودیان در مذهب حقی نیستند در حالی که همه آنها کتاب آسمانی را میخوانند. کسانی که نادانند مانند مشرکان نیز مانند سخن آنان گفتند که مسلمین بر حق نیستند. پس خداوند در میان آنان در روز قیامت درباره آنچه با هم اختلاف می‌کردند داوری خواهد کرد. و کیست ظالمتر از کسی که از مساجد خدا جلوگیری کرد از این که نام او در آنها برده شود و در ویرانی آنها تلاش نمود. میگه مسجد رو خراب کرده کیه؟ اینجا خدا خیلی انگار ناراحته. خیلی خدا، چیزی که من حس میکنم، احساسی که دارم اینه که خدا خیلی ناراحت و عصبانیه از دست یه عده‌ای و تو این کتاب داره درد دل میکنه، داره گلایه میکنه. من از اینا ناراحتم، نماز نمیخونن، قرآن قبول ندارن، زکات نمیدن، مسجد خراب میکنن، میکشن هم دیگر رو، از خونه‌هاشون بیرون میکنن هم دیگر رو، به هم دیگه ظلم میکنن. من ناراحتم و عصبانی هم از دست اینا. و خب یه وای خشمشو میاره و دریا رو، اون قوم فرعون رو توی دریا غرق میکنه مثلا، یا ابابیل رو روی سرشون سنگ میریزه. خب صبر میکنه، یه مقداری صبرم داره، بالاخره خدا میگه صبر کنیم ببینیم اینا آدم میشن یا نه. نه، انگار درست بهشون نیستن، همه رو نابود کن. خب اینه دیگه، بیدینی که زیاد باشه خدا صبرش زیاده، بله اونقدر زیادی هم که فکر کنن خیلی زیاده، نه خیلی هم نیست. خودش میدونه چقدر باید صبر کنه، اینجوری که داره میگه توی قرآن. و کجا بودیم؟ گفته اینایی که مسجد خراب میکنن از اینا ظالمتر کسی هست؟ داره سوال میکنه. آنها را نرسد و سزاوار نباشد که در آن وارد شوند جز بیمناک از مردم یا خدا. برای آنها در دنیا خاری است و در آخرت عذابی بزرگ دارند. میگه توی دنیا خار میشن و توی آخرت هم عذاب میشن. و مشرق و مغرب عالم از آن خداست، پس به هر سو رو کنید در هر دعا و عبادتی همانجا روی خداست. فاینما طولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. همانجا روی خداست، به هر طرف رو کنید همانجا روی خداست. یعنی شما هر جا نگاه میکنید خدا رو دارید میبینید. چپ رو نگاه میکنید خداست، تو نمیبینیش ولی هستش، وایساده کنارت. راست رو نگاه میکنی خدا هست، روبرو رو نگاه میکنی، پشت سرت، بالا پایین، هر جا رو نگاه میکنی خدا. خودت رو نگاه میکنی خدا رو باید. اینجا هم هست، در اطرافت هم هست. یعنی هم هر جا رو نگاه میکنی فقط خدا رو ببین. بی تردید خداوند گسترده وجود و قدرت و رحمت و داناست. میگه وجودش گسترده هست، قدرتش گسترده هست، رحمتش گسترده هست و داناست. و اهل کتاب گفتند خداوند فرزندی اتخاذ کرده. اهل کتاب گفتند فرزند خدا منزه است او، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است ملک حقیقی اوست. بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. همه در برابر او تسلیمند. پدید آورنده آسمان ها و زمین، بدیع السماوات والارض، بدون داشتن نقشه است. و چون فرمان وجود چیزی را
بدهد جز این نیست که به آن میگوید کن فیکون، باش پس بیدرنگ می باشد. اینجا مولانا از کن فکان استفاده کرده. مولانا گریز میزنه به این آیه. پدید آورنده آسمان ها و زمین بدون داشتن نقشه است و چون فرمان وجود چیزی را بدهد جز این نیست که به آن میگوید باش پس بیدرنگ می باشد. مثلا ما بخوایم بگیم یعنی چی؟ میگه من میخوام یه سیاره جدیدی خلق کنم، باش تمام، یه سیاره جدید خلق شد. حالا میخوام یه موجود جدید خلق کنم، دستور میدم، باش خلق شد. به همین آسونی. حالا نابود کردنش هم که حتما از این آسون تر. وقتی میگه باش میتونه این کارو بکنه، نباش هم میتونه بگه دیگه، ولی نمیگه. اون از حکمت و از علم خود خداونده. نمیفهم. البته میگه هم قیامت یعنی چی، یعنی همین دیگه. میگه یک کلام میگه نباش دیگه هیچی نی. و کسانی که نمیفهمند از مشرکان و کفار گفتند چرا این کن فیکون آیه 117 سوره بقره بود، چرا خداوند با ما سخن نمیگوید یا معجزه‌ای برای ما نمی آید تا دلیل نبوت تو باشد. کسانی که پیش از اینها بودند نیز نظیر گفته اینان را گفتند، دلهایشان در جهل و عناد به هم میماند. بی تردید ما دلایل روشن را برای هر گروهی از اهل باور باشند بیان کرده ایم. به یقین ما تو را به حق و راستی مژده دهنده و بیمرسان فرستاده ایم و تو هرگز مسئول اعمال دوزخیان نیستی. میگه ما بشارتمون رو دادیم، حرفمون هم زدیم، ترسامون هم ترسوندیمشون و پیامبر تو مسئول اونا نیستی دیگه، ما تلاش خودمون رو کردیم. اونا دوزخیان جهنمیان دیگه میرن جهنم، تو مسئولشون نیستی، وظیفت رو انجام دادی. و هرگز یهود و نصارا از تو خوشنود نخواهند شد تا آنکه از آیین آنان پیروی کنی. میگه اونا تو رو دوست ندارن پیامبر، مگر اینکه مثل خودشون بد بشی، مثل خودشون به کتاب اونا ایمان بیاوری و جزوی از خودشون بشی. اونا نمیان سمت تو، یهود و نصارا. و بگو به یقین تنها هدایت خداوند هدایت واقعی است. پس اگر دانشی که برایت حاصل شد از هواهای آنها پیروی کنی، هرگز برای تو از جانب خداوند سرپرست و یاوری نخواهد بود. کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده ایم و آن را به شایستگی تلاوت می کنند بدون تحریف و با تدبر عمل میکنن. یعنی مثل ما دقیقا یه آیه رو که میخونن رد نمیشن برن، میخوان درکش کنن. این یعنی چی گفت، تفسیرش میکنن، درکش میکنن. آنهایند که به آن قرآن یا پیامبر ایمان می آورند و کسانی که بدان کفر ورزند آنهایند که زیانکارانند. ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم و اینکه شما را بر جهانیان زمانتان برتری بخشیدم یاد کنید. حالا خیلی هم اینا هی دوباره داره تکرار میکنه خدا که هی به بنی اسرائیل میگه من به شما نعمت دادم و به واسطه اون نعمتی که به شما دادم به شما برتری بخشیدم. این نعمت منو یادتون نره، فراموش نکنید. و بپرهیزید از روزی که هیچ کس از دیگری چیزی از عذاب را دفع نمی کند و از وی به جای عذاب بدل پذیرفته نمی شود. تو پرانتز به جای عذاب میگه بدلی نداره اگه بخوای معامله کنی. و شفاعتی او را سود نمی بخشد و آنان یاری هم نمی شوند. و به یاد دار هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری بیازمود، پس او همه را به نحو کامل انجام داد. پروردگارش گفت همانا من تو را برای مردم امام و پیشوا کردم. ابراهیم گفت و از اولاد من چطور؟
گفت پیمان من به ستمکاران نمیرسد. و به یاد دارید زمانی که ما این خانه کعبه معظمه را مرجع مردم و جایگاه امن و امان قرار دادیم و گفتیم از مقام ابراهیم محلی برای نماز بگیرید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران با اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده کنندگان پاکیزه نمایید. و به یاد دارید هنگامی که ابراهیم گفت پروردگارا این سرزمین را شهری امن قرار ده و به اهل آن، به کسانی که به خدا و روز واپسین ایمان آورده اند، از هر گونه میوه و محصولات روزی گردان. و فرمود چنین خواهم کرد و هر که کفر ورزد اندکی او را برخوردار می کنم، سپس او را به عذاب آتش گرفتار می سازم. هر که کفر ورزد اندکی او را برخوردار می کنم، یعنی هر کسی هم که کافر کفر می ورزه، ظلم می کنه، اینا من یه نعمتی رو یه اندکی بهشون میدم یه مدت زمانی. نبینید چرا انقدر آدمایی که ظالمن و ظلم میکنن و کافرن و اینا چرا خوش و خوشحالن. گفته یه اندکی زمانی محدوده، اون نعمتی هم که دادم محدوده، به این ظاهرش نگاه نکنید. سپس او را به عذاب آتش گرفتار میسازم و آن بد جای بازگشتی است. اینجا خدا داره میگه که جای بازگشت بدیه. حالا نگاه دنیاش نکنید، 2 روز دنیایی که من یه برخورداری بهش دادم از نعمت. و به یاد دارید زمانی که ابراهیم و اسماعیل و پایه های خانه کعبه را بالا می بردند و گفتند پروردگارا این عمل را از ما بپذیر که تویی شنوا و دانا. و پروردگار ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از فرزندان ما نیز امتی تسلیم خود پدیدار و اعمال عبادی ما را از حج و قربانی ها و جاهای قربانی به ما نشان ده و بر ما عطف توجه کن که تویی که بسیار عطوف و توبه پذیر و مهربانی. و پروردگار را در میان آنها فرستاده ای از خودشان برانگیز که آیات تو را بر آنها بخواند و آنها را کتاب حکمت، علوم شریعت و معارف عقلی بیاموز و آنان را پاکیزه نما، زیرا تویی که مقتدر غالب و صاحب حکمتی. و کیست که از آیین ابراهیم روی گرداند جز آنکه قدر خود را نشناخته و خود را به نادانی زند. و ما به یقین او را در دنیا برگزیدیم و حتما در آخرت از شایستگان است. آنگاه که پروردگارش به او گفت اسلام بیاور و تسلیم شو، گفت اسلام آوردم و تسلیم پروردگار جهانیان شدم. و ابراهیم و یعقوب پسران خود را با آیین خود توصیه کردند و هر یک در وصیت خود گفتند که ای پسران من، بی تردید خداوند این دین را برای شما برگزیده است، پس حتما بکوشید تا جز حال اسلام از دنیا نروید، مسلمان از دنیا برید. آیا شما که میگویید یعقوب و فرزندانش را به یهودیت سفارش کرد حاضر و گواه بودید هنگامی که یعقوب را مرگ فرا رسید، آنگاه که به پسران خود گفت پس از من چیزی را خواهید پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق که خدای یگانه است میپرستیم و ما تسلیم اوییم. آنها گروهی بودند که درگذشتند، دستاورد آنها از آن آنهاست و دستاورد شما اهل کتاب هم از آن شماست و شما هرگز از آنچه آنها میکردند بازخواست نمیشوید. ما صفحه 20 هستیم، ببینیم بعدیشو هم بخونیم اگه خدا توفیق بده. و اهل کتاب به مردم گفتن یهودی یا نصرانی باشید تا هدایت. بگو بلکه آیین ابراهیم حق گرا را پیروی خواهیم کرد
و او هرگز از مشرکان نبود. ای مؤمنان بگویید ما به خداوند و آنچه به سوی ما فرستاده شده و آنچه به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نوادگان یعقوب فرو فرستاده شده و به آنچه موسی و عیسی و آنچه به پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم. میان هیچ یک از آنان در این که حقند و معبوس از جانب خداوند فرقی نمیگذاریم و ما در برابر او تسلیم هستیم. پس اگر آنها هم به آنچه که شما بدان ایمان آوردید ایمان آوردن مسلما هدایت یافتید و اگر روی گرداندند جز این نیست که آنها در مقام مخالفت و دشمنی هستند. پس به زودی خداوند شر آنها را از تو دفع خواهد کرد و او شنوا و دانا و هو السمیع العلیم. آری ایمان دلهای ما رنگامیزی خدا است و کیست که رنگامیزیش بهتر از خدا باشد و ما پرستندگان اوییم. بگو آیا در کار خدا با ما محاجه و گفتگو دارید که چرا پیامبر را از عرب برگزیده در حالی که او پروردگار ما و شماست و عملهای عملهای شما از آن شماست و ما برای او اخلاص می‌ورزیم. آیا میگویید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نوادگان یعقوب یهودی و نصرانی بودند؟ بگو شما داناترید یا خدا که براءت اینان از یهودیت و نصرانیت شهادت داده و کیست ستمکارتر از آن که شهادتی را که از خدا در نزد اوست پنهان دارد و خداوند هرگز از آنچه میکنید غافل نیست. الله بغافل اما تعملون. آنها گروهی بودند که درگذشتند، دستاورد آنها از آنهاست و دستاورد شما اهل کتاب هم از آن شماست و شما هرگز از آنچه میکردند بازخواست نمیشوید. به زودی مردم کمخرد خواهند گفت چه چیزی مسلمانان را از قبله‌ای که بران بودند از بیت المقدس به سوی کعبه روی گردان کرد. بگو مشرق و مغرب از آن خداست، هر که بخواهد به راهی راست هدایت میکند. هر که را که بخواهد به راهی راست هدایت میکند. و همان گونه که برای شما قبله مستقل تعیین کردیم شما را امتی میانه معتدل قرار دادیم تا شما در روز قیامت بر مردم گواه باشید و این پیامبر هم بر شما گواه باشد. و ما قبله یک را که برای آن بودی بیت المقدس را قرار نداده بودیم جز برای آن کسی که پیروی از این پیامبر میکند. از کسی که به عقب باز میگردد و در قبله سابق باقی میماند بازشناسیم. پس چند که این حکم جز بر کسانی که خدا هدایت کرده دشوار و سنگین بود و خداوند بران نیست که ایمان شما را عبادتهای رو به قبله سابقتان را ضایع کند. همانا خداوند به مردم رؤوف و مهربان است. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. قد نرى تقلب. حتما ما به هر سو گشتن رویت را در آسمان مانند کسی که منتظر امری باشد میبینیم و اینک تو را به سوی قبله‌ای که به پسندی متوجه میکنیم. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام برگردان و هر جا که باشید روی خود را به سوی آن برگردانید. وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم. و هر جا که باشید روی خود را به سوی آن برگردانید. و همانا کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده میدانند که بیشک این توجه به کعبه از جانب پروردگارشان حق است. زیرا در کتاب آنهاست که پیامبر اسلام به دو قبله نماز خواهد خواند و خداوند از آنچه میکنند غافل نیست. و مسلما اگر برای اهل کتاب هر نشانه و برهانی بیاوری آنها از قبله تو پیروی نخواهند کرد. ما صفحه 22 هستیم، آیه 145. و تو نیز هرگز پیرو قبله آنها نخواهی بود و نیز برخی از آنها پیرو قبله دیگری نخواهند شد. و اگر خواسته های آنها پس از آن دانشی که به تو رسیده پیروی کنی، از خواسته های آنها پیروی کنی، بی تردید در آن صورت از ستمکاران خواهی بود. آیه 145 صفحه 22 سوره بقره. صدق الله العلی العظیم. این
به پایان آمد این صفحه. حکایت همچنان باقی است و ما تا اینجا به این دستاورد رسیدیم. خدا رو شکر. تا فایل بعدی، خدا نگهدار همگی. میثم دانش‌اندر.